در بیان کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله که از مؤلف شیخ علامه عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر حفظه الله تعالی می باشد که با همراهی شمایان در بیان فضیلت کلمه لا اله الا الله از قرآن صحبت کردیم. سپس در درس گذشته در بیان فضیلت کلمه لا اله الا الله از سنت سخنرانی کردیم و امروز باشد در بیان شرطهای کلمه لا اله الا الله با همراهی شمایان به اذن الله تعالی سخن خواهیم کرد. پیش از آنکه که درس را شروع نماییم، برادران و خواهران گرامی، میخواهم یک شما را در موضوع این فضیلت های کلمه لا اله الا الله خلاصه آن را بر سمع شمایان برسانم. سپس درس مبارک خود را در بیان شرطهای کلمه لا اله الا الله شروع نماییم. بسم الله. بدونید که برادران گرامی و خواهران گرامی قدر که در درس‌های گذشته ما از قرآن و سنت برای شما تنها بعضی از فضیلت‌های کلمه لا اله الا الله را سخنرانی کردیم و گفتیم که این کلمه لا اله الا الله اساس اسلام است و اساس قبول ایمان است، چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت بخاری و مسلم که فرمودند هر کسی که لا اله الا الله بگوید و در دل او اخلاص باشد، این را با اخلاص بگوید، داخل بهش میگردد. و نیز بیان کرده بودیم که این کلمه لا اله الا الله بهترین ذکر است و در این معنی هم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را که در روایت ترمذی برایشون بیان کرده بودیم، گفتیم بهترین و افضل ترین ذکر این لا اله الا الله است. و سپس بیان کرده بودیم در درس گذشته که این کلمه لا اله الا الله کلید جنت است، چگونه که در حدیث اومده است که کلید بهش این لا اله الا الله است، ولیکن این کلید باید با اخلاص و رعایت کردن شرط های آن باشد. و همچنین این کلمه لا اله الا الله سبب آمرزش گناهان بندگان میگردد، سبب آمرزش گناهان بندگان میگردد، چگونه که در حدیث ترمذی روایت می‌نماید گفتن رسول صلی الله علیه و سلم که اگر هر کس که لا اله الا الله بگوید گناهانش اگر به اندازه کفک بحر هم باشد بخشیده می شود. و بدون ای برادر و خواهر گرامی که این کلمه لا اله الا الله سبب برای داخل شدن تو جنت و نجات تو از آتش جهنم میگردد، یک سبب عظیم است. و این لا اله الا الله یک ذکر عظیم است که سبب آرامش دل میگردد، چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با ذکر یاد الله دلها آرام میگیرد، دلها آرامش پیدا میکند. و بدون که این لا اله الا الله برتر یعنی بهتر از هر چی که در این دنیا است و آنچه که در این دنیا می باشد. و این کلمه لا اله الا الله در کتاب‌های پیشین هم ذکر شده است و تمام پیامبران به سوی این کلمه لا اله الا الله دعوت کردند و بر کسر گفتن این کلمه لا اله الا الله سبب است برای اجابت گردیدن دعاهای بندگان، برای اجابت گردیدن دعاهای بندگان است. پس این کلمه لا اله الا الله با خود شرط‌های دارد که موضوع درس ما امروز در این بابت صحبت خواهد رفت. به درستی که ذکر چیز از فضیلت‌های کلمه لا اله الا الله یا ذکر بعضی از کلمه لا اله الا الله بیان کرده شد بر شمایان تنها از قرآن و سنت. لا اله الا الله این بهترین کلمه هاست و نیکوترین کلمه هاست که گوینده لا اله الا الله یک اجر خیلی نیکی را به دست می آورد و یک فضل عظیمی را این کلمه در بر می گیرد و یک ثمره خیلی ارزشمند در این دنیا و آخرت برای صاحبش می دهد. ولیکن گوش دهید، ولیکن بر مسلمان واجب است که این کلمه رو تعلیم بگیرد، این کلمه رو بیاموزد و این کلمه رو بفهمد، چون از گوینده‌اش قبول نمیگردد مگر با احترام و اهمیت دادن شرط‌های آن، نه مجرد تلفظ با زبان، بلکه باید در مقتضای آن عمل نماید و ضرور است بر گوینده آن کلمه ادا نمودن حق این کلمه لا اله الا الله، آن حقی که الله سبحانه و تعالی بر دوش گوینده آن این کلمه رو فرض قرار داد و همچنین وفا کردن با آن شرط هایی که در این کلمه لا اله الا الله از قرآن و سنت ثابت شده است. شرط های این کلمه لا اله الا الله را نیز باید انسان مد نظر بگیرد. بر هر یک فرد مسلمان لازم است، حتمی است بداند که هر طاعت و عبادتی که در نزد الله سبحانه و تعالی قبول شده است این با اجرا نمودن شرط های این کلمه لا اله الا الله است، با اجرا نمودن شرط های این کلمه لا اله الا الله است. به مثال نماز، اگر ما نماز رو مثال بگیریم، نماز یکی از عبادت های خیلی عظیم است، انا همین نماز از بنده قبول نمیگردد مگر اینکه شرط های معلومه که در قرآن و سنت آورده شده هستند اینها را ادا نماید. از هیچ که از بنده قبول نمیگردد مگر با شرط هایی که علماها بیان کرده اند
و در قرآن و سنت این ذکر یادآوری شده است. خلاصه کلام تمام نوع‌های عبادتی که بندگان انجام می‌دهند قبول نمی‌گردد مگر با آوردن آن شرط‌هایی که در قرآن و سنت ثابت شده باشد و آنها را به جا بیارد. انا همین گونه، انا همین چنین کلمه لا اله الا الله از هیچ یکی از گوینده اش قبول نمی‌گردد مگر با آن شرط‌هایی که در قرآن و سنت ثابت شده است آنها را اجرا نماید، آنها را بیارد، به مقتضای آن عمل کند. این است که بنده را نجات می‌دهد. و درستی که سلف صالح از گذشتگان ما و شمایان، گذشتگان نیکوکار ما و شمایان، الله بر آنها رحمت بفرستد و آنها را شامل رحمت خودش قرار بدهد که آنها به سوی اهمیت دادن این کلمه لا اله الا الله و دقت دادن در این کلمه لا اله و شرطهای این اشاره فرمودند. از جمله آن چیزی که از بعضی از سلف صالح روایت است، مثل حسن بصری از او ذکر می شود که کسی از وی پرسید، یک کسی از حسن بصری پرسید که مردم لا اله الا الله میگویند، یعنی مردم میگویند که هر کسی لا اله الا الله بگوید داخل بهشت میگردد. آیا این سخن راست است؟ درست است؟ دقیق است؟ سپس حسن بصری رحمه الله تعالی چی گفتند؟ یک سخن زیبایی گفتند. هر کسی که این کلمه لا اله الا الله را گفت و حق آن را ادا کرد و فرضیت آن کلمه را اجرا کرد داخل بهشت میگردد. و حسن به فرزخ گفت، فرزخ در حالی که زنش را دفن میکرد، عائله‌اش از دنیا گذشته بود، او را دفن میکرد، میگرانید او را در قبر میسپرید به عالم دیگر. بر او گفت برای این روز چی چیز آماده کرده ای؟ برای این روز چی چیز رو آماده کرده ای؟ وی در جواب گفت من 70 سال است، من 70 سال است، 1 سال 2 سال نه، بلکه میگوید که من 70 سال است یا 70 سال این جانب شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق را آماده کردم. این را فرزخ گفت هنگامی که حسن از او پرسید. در این هنگام سپس حسن به فرزخ گفت چی خوب آمادگی نیکویی کرده ای، چی خوب آمادگی نیکویی کرده ای برای این داخل قبر، برای آینده خود. و سپس حسن باز گفت و لیکن برای این کلمه لا اله الا الله شرط های است. و در آخر گفتند که سپس از تهمت زدن زنهای پاکیزه بپرهیزی. و همچنین از بزرگان ما و شمایان از وهب ابن منبه هنگامی که از او سوال کرده شد آیا کلید لا اله الا الله نیست، در این هنگام حسن جواب داد بله این کلید لا اله الا الله است. گفت بله این کلید لا اله الا الله است. در این هنگام حسن چی گفت؟ گفت بله ولیکن برای هر کلید دندانه ها است. کلید به خود دندانه ها دارد. اگر ما کلید را حاضر کنیم که دارای دندانه ها باشد، حتما بر آن کلید در را گشوده می شود، در به سوی تو گشوده می گردد. اگر آن کلید دارای دندانه ها نباشد، در را گشوده نمی شود، دیگر در گشوده دیگر نمی شود. و بدونید برادران گرامی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان خیر دنیا و آخرت و نصیب روزی بگرداند. این که علماها رحمهم الله تعالی به نصوص قرآن و سنت نگاه کرده، نگاه ورزیده و یقین کردند که لا اله الا الله از انسان قبول نمیگردد مگر به 7 شرطی که بیان کردن یا 8 شرطی که بیان کردن. اساس آن 7 شرط است. یعنی لا اله الا الله با خود شرط های دارد. لا اله الا الله با خود شرط های دارد. شرط اول آن علم است، یعنی دانستن معنای آن کلمه از روی نفی و اثبات که علم این نفی کننده جهل است و جهل ضد علم است. دوم یقین، یقینه که نفی کننده ریب و شک و تردید است. سوم از شرط های این کلمه اخلاص است که اخلاص نفی کننده شرک و ریاکاری است. اخلاص نفی کننده شرک و ریاکاری است. و چهارم صدق که این صدق نفی کننده دروغ و بهتان است. پنجم محبت که نفی کننده بدبینی است. و ششم انقیاد میگویند، انقیاد یعنی نفی کننده ترک کردن، یعنی با این کلمه تو عمل کنی. و هفتم قبول کردن این کلمه که قبول نفی کننده رد کردن است. یک بار ذکر می نمایم که شرط های کلمه لا اله الا 7 است. اول علم، دانستن معنای آن از روی نفی و اثبات. علم جهل رو باید نفی کند که جهل ضد علم است. دوم یقین، نفی کننده ریب و شک و تردید است. سوم اخلاص، نفی کننده شرک و ریاکاری است. چهارم صدق، نفی کننده دروغ و بهتان است. پنجم محبت که نفی کننده بهتان است. ششم انقیاد، انقیاد نفی کننده ترک است. انسان دینش رو ترک نکند بلکه با دینش عمل کند. هفتم قبول کردن این کلمه که ضد این قبول رد است. و برخی از علما از این شرط های لا اله الا الله 7 شرطی که حاضر ذکر شد این رو در یک نظم در آوردن، در یک شعر نیکویی در آوردن و گفتن که علم یقین و اخلاص و صدقک مع محبت و انقیاد و القبول لها. علم و یقین و اخلاص و صدق تو با همراهی محبت و انقیاد و قبول آن. بارک الله فیکم. و یک مدت اندکی ما با همراهی شما برادران گرامی و خواهران گرامی قدر یک جا در هر شرط این
ایستادگی میکنیم و هر شرط این رو بعضی از دلایل رو با شما فهماندهی کرده بر شما آگاهی میدیم. بر این شرط ها ذکر بعضی از دلایل ها از قرآن و سنت برای شما میاریم. اما شرط اول که گفتم علم است، شرط اول این علم بود. مراد از علم این دانستن معنای آن است از روی نفی و اثبات که نفی کننده جهل که این کلمه لا اله الا الله را با زبان میگویی و نفی میکنی عبادت غیر الله را از تمام چیز و هستی بجز الله سبحانه و تعالی روی میاری و این عبادت را شیخ میفرماید که ایاک نعبد و ایاک نستعین میگویند. تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبیم است. یعنی ما ای پروردگار تنها تو رو عبادت میکنیم، تنها از تو دعا و یاری و مدد میطلبیم، نه از غیر تو، نه از کسی دیگری. با کسی دیگری دست یاری دراز نمیکنیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله در سوره محمد. پس بدان ای رسول، خطاب به سوی پیامبر است، بر تمام امتش این شامل میگردد. بدون ای رسول که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست. اول علم بدون گفت دانستن شناختن پروردگار، شناختن کلمه لا اله الا الله. و نیز الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف میفرماید الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسی که بر حق شهادت میدهد، مگر کسی که بر حق شهادت میدهد در حالی که میداند. دانستن این مفسران در تفسیر این آیاتی که تلاوت کرده شد الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسی که بر حق شهادت میدهد که آنان میدانند. مفسران در تفسیر این آیه کریمه فرمودند که کسی که شهادت به لا اله الا الله میدهد و آن را میداند و آن کلمه را میداند، یعنی معنای آن چیزی را که بر زبان میراند دلهایشان آن را انکار نمیکند، تصدیق میکند. این است معنی اساس شهادت و بر آن کلمه عمل کننده هست. و در حدیث چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت مسلم است، من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که از این دنیا بگذرد، یعنی بمیرد در حالی که میدانست که نیست معبودی بر حق بجز الله، داخل بهش میگردد. حدیث عثمان ابن عفان است رضی الله عنه. اما شرط دوم این گفتم یقین است. گفتم یقین نفی کننده شک و ریب و تردید است. یعنی گوینده این کلمه یقین استوار داشته باشد، یقین استوار و محکم داشته باشد، یقین او تماما کامل باشد. چگونه که الله سبحانه و تعالی در وصف مؤمنان میفرماید. الله سبحانه و تعالی مؤمنان را وصف میکند. چی نیکو است که الله سبحانه و تعالی مؤمنان را وصف کند. الله میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هر اینا البته مؤمنان کامل کسانی هستند به الله سبحانه و تعالی و پیامبر او ایمان آوردند و به شریعت او سبحانه و تعالی عمل کردند. احمدیت به شریعت او سبحانه و تعالی عمل کردند. مؤمنان کامل هستند و در ایمانشان شک ندارند، در ایمانشان دیگر شک نکردند. فرمود و با مال و جان خویش در راه الله سبحانه و تعالی جهاد کردند. خوش به حال آن بندگانی که از عقده این کار میبرند. پروردگار ما را از جمله این کسان قرار بده. و در آخر چی فرمود؟ اولئک هم الصادقون. الله اکبر. اینها در ایمانشان راست کردار هستند، اینها راست قول هستند، راستگو هستند. و به درستی که در صحیح مسلم از ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله لا یلقى الله بهما عبد غیر شاک فیهما الا دخل الجنه. شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله، کسی اگر این شهادت رو بدهد و در حقیقت محمد رسول الله و بنده الله سبحانه و تعالی است، اگر با این حال با پروردگار خود ملاقات کند که در این دو شهادت شک نداشته باشد، مگر اینکه این بنده داخل جنت میگردد. روایت ابی هریره. و همچنین در صحیح مسلم از حدیث ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که گفتند که فمن لقیت من ورای هذا حائط، اگر با هر کسی که در پشت این دیوار تو با آن وا بخوری، تو با آن روبرو شوی، پیامبر با ابی هریره گفته است یشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها، که با قلب شهادت به لا اله الا الله بدهد، در حالی که یقین بر این کلمه دارد، فبشره بالجنه، گفتند او را بشارتی بر جنت بده، او را بشارتی بر جنت بده. در اینجا یقین را شرط قرار داد. این شرط دوم. اما شرط سوم از شرط های این کلمه لا اله الا الله این اخلاص است که اخلاص نفی کننده شرک و ریا است. یعنی تمام عمل های خود را
اعمال خود رو، اعمال پنهان و آشکار خود رو صاف و خالی و پاک و پاکیزه از برای الله سبحانه و تعالی قرار بدهد و چیز از ریا و شرک رو با اعمالش آمیخته نکند. برای چی؟ چون که اخلاص در نیت در تمام نوع‌های عبادت از برای الله سبحانه و تعالی اگر قرار نگیرد قبول نمی‌شود، رد می‌شود. دلیل این چی است؟ الله سبحانه و تعالی می‌فرماید الا لله دین الخالص. میگه آگاه باشید ای مردم که دین خالصانه تنها از برای الله است، تنها از برای پروردگار جهانیان است. سوره زمر. و نیز الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. و امر نشدند بندگان الله مگر برای اینکه الله رو با اخلاص تام عبادت نمایند، که دین تمام نوع‌های عبادت، تمام نوع‌های عمل تنها از برای الله سبحانه و تعالی باید قرار بگیرد. سوره بینه. و در صحیح بخاری همچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله فرمودند اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه. سعادتمندترین مردم، خوشبختترین مردم، نیکوترین مردم در شفاعت در روز قیامت کسانی هستند که من قال لا اله الا الله، این کلمه لا اله الا الله را خالصا من قلبی، خالصا از قلب خودش بگوید. خالصا من قلبی یعنی که از شرک، تمام نوع‌های شرک رو بیارد به سوی توحید و سوی یکتاپرستی. این است معنای خالصا من قلبی. اگر کسی را خالصا از قلبش نگوید و عملهای شرک را انجام بدهد، اگر به این حال بمیرد، دیگر وای برای وی نجاتی نیست، کامیابی و سعادتمندی نیست. در معنای این احادیث باید ما خوب با دقت و نیکو اهمیت دهیم. الله خیرتون دهد. و شرط چهارم باشد این صدق است. صدق ما صادق میگیم، این صدق است که صدق ضدی یا که نفی کننده کذب و دروغ است. یعنی به این معنا که بنده این کلمه رو، کلمه لا اله الا الله رو صادقانه بگوید. چون صادقانه گفتن این کلمه این است که انسان قلبش رو با زبانش یک میسازد، قلب بنده با زبان بنده موافقت نماید. همین است که الله سبحانه و تعالی منافقان را مذمت کرده میگوید اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. چون منافقان نزد تو آیند ای پیامبر، با زبانهای خود میگویند ما شهادت و گواهی میدهیم که تو هر آینه رسول الله هست. والله یعلم انک لرسوله. هر آینه الله سبحانه و تعالی میدوند که ای پیامبر تو رسول الله هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. بدرستی که ای پیامبر آگاه باش، ای مومنان آگاه باشید که بدرستی این منافقان به نهایت دروغگو هستند، کذاب هستند، شیاطین هستند. با آنچه که در ظاهر برایت میگویند با زبانهایش، تنهایی با زبانهایشون است، ولی در دل کفر را پنهان داشته‌اند. سوره منافقون. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا مردم میپندارند که چون بگویند ایمان آوردیم، چون این کلمه لا اله الا الله رو با زبان خود بگویند و با یگانگی الله سبحانه و تعالی ایمان بیاورند، بر رساله پیامبر عمل کننده باشند و او را اقرار نمایند، این گونه رها شوند، ترک شوند این گونه و دیگر رنج و سختی در این راه نبینند. ولقد فتن الذين من قبلهم. بدرستی که ای پیامبر آن کسانی که پیش از شما بودند ما آنها را در فتنه ها گرفتار کردیم. از هر کس که اگر این راه را انتخاب نمود البته که باید در سختی ها دچار شود. فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبین. بدرستی که ما آنها را در این امتحان و در این ابتلاها گرفتار میکنیم که شخص صادق رازگو را از شخص کاذب دروغگو جدا اندازیم. پروردگار ما را از جمله بندگانی رازگو قرار بده. البته مردم را که پیش از آنها بودند با نوعهای تکالیف و مشقت‌ها و با نعمت‌های گوناگون و سختی‌ها الله آنها را آزمایش کرد. و همچنین بدون ای برادر و خواهر گرامی بارک الله فیکم در صحیح بخاری و مسلم از معاذ بن جبل رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند که ما من عبد یشهد ان لا اله الا الله. هر بنده‌ای که شهادت به لا اله الا الله می‌دهد اینکه معبود بر حق جز الله کسی دیگری نیست و تنها او سزاوار عبادت است، و ان محمدا عبده و رسوله، و اینکه گواهی بدهد که محمد بنده و رسول اوست، الا حرمه الله علی النار. مگر با این سخن، با این یقین، با این اخلاصش الله اگر اینو صادقانه بگوید الله او را از آتش جهنم محروم می‌سازد. شرط پنجم این محبت این ضدی بغض و بدی است، یعنی نفی کننده بغض و بدی است که گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله الله را دوست بدارد، رسولش را دوست بدارد،
و دین اسلام را دوست بدارد، مسلمان ها را دوست بدارد، اولیای الله را دوست بدارد، اولیای شیطان را بد بیند و کسانی که در دین الله هستند آنها را دوست خود قرار بدهد و دوستان الله را دوست بگیرد و دشمنان الله را دشمنی کند و هر کس که مخالفت می با این کلمه لا اله الا الله آن را بد بیند و از او رویگردان باشد. از کسانی که این کلمه را مخالفت کردند، شرک آوردند، کفر ورزیدند، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. با وجود این دلیل‌های روشن بعضی از مردم با الله شریکان اختیار میکنند و آنها را مثل الله دوست می‌دارند و آنها را با تعظیم و اطاعت چنان که الله را می‌نمایند این کار را با آنها انجام می‌دهند، گویا آنها الله باشند، گویا آنها خدا باشند. العوذ بالله. حال آنکه تعظیم و اطاعت جز برای الله سبحانه و تعالی بر کس دیگری سزاوار نیست. اما الله چی فرمود؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. اما کسانی که ایمان آورده اند، ولی آنان که ایمان آورده اند قوی‌ترند در دوستی با الله سبحانه و تعالی و بیزارند از کفر و از شرک. پس از این برمیاد که کافران هم دعوای محبت الله میکنند، آنان الله را دوست می‌دارند، نه که محبت حقیقی در کلام قبول میگردد در آن حالتی که تو دوستی الله را، رابطه با الله را تو قوی‌تر نمایی، قوی‌تر داشته باشی و از این کفر و شرک معبودان باطل رویگردان باشی. و در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که حدیث عبدالله ابن مسعود است، در روایت طبرانی و حاکم و بیهقی و احمد این حدیث رو هم روایت کردند، گفتند که اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. بلندترین قوله ایمان این دوست داشتن در راه الله و دشمنی ورزیدن در راه الله به خاطر الله است. اما شرط ششم این قبول است. قبول ضد قبول رد است و قبول نفی کننده رد است، یعنی قبول نماید، قبول فرماید و رد نکند. پس ضرور است که این کلمه را با دل و زبان با عمل قبول کند. به درستی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خبرهای گذشتگان را که آنها را برای قبول کردنشان لا اله الا الله را چی ثواب نجات عظیم عطا کرد و آن امتان پیشینه که این کلمه را قبول نکردند چی سزای عظیم بر بالای سر آنها آورد و از آنها انتقام گرفت، کسانی که این کلمه را رد کردند، قبول نکردند. و همین است که الله سبحانه و تعالی میفرماید ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا. و آگاه باشید، آنگاه که پیامبرمان و کسانی را که با ایمان بودند، ایمان آوردند و با دین الله عمل کننده بودند، از عذاب خود نجات دادیم. پس این کلمه سبب نجات تو است. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. زیرا بر ما لازم است که از فضل و کرم خود مؤمنان را نجات دهیم. الله میفرماید برای ما حق است، لازم و واجب است که اگر کسی که بر این کلمه ایمان بیاورد ما او را نجات بدهیم. اما الله سبحانه و تعالی در شأن مشرکان میفرماید انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون. زیرا آنها بودند که چون کلمه لا اله الا الله بر آنها گفته میشد تکبری و سرکشی میکردند از این کلمه. و یقولون ائنا لتارک آلهتنا لشاعر مجنون. و میگفتند چی میگفتند؟ آیا به خاطر شاعر دیوانه معبودان خود رو ترک کنیم؟ چی سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دعوتش نگفتند؟ پس قبول کردن این شرط لازم است. اما شرط هفتم این انقیاد است. انقیاد ضد ترک می شود. انقیاد نفی کننده ترک است. چون برای شخص گوینده لا اله الا الله ضرور است که و حتمی است که به شریعت الله سبحانه و تعالی عمل کننده باشد، در برابر فرمان و حکم الله سبحانه و تعالی سر فرود بیاورد، با حکم الله تسلیم باشد و او را اطاعت کند، در برابر شریعت او سبحانه و تعالی سر تعظیم فرود بیاورد و از جمله تکبران سرکشان قرار نگیرد. همین است که الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن. و هر کسی که نیکوکارانه روی خویش را به سوی الله تسلیم کند و هو محسن، البته با دستاویز بسیار و محکم چنگ زده است، در حالی که نیکوکار باشد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، البته که با یک دستاویز مستحکم و قوی چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی الله سبحانه و تعالی واگذار می شود. پس نیکوکار، شخص نیکوکار با نیکویش و بدکار با بدیش جزا خواهد داد. الله سبحانه و تعالی در این آیه هایی که تلاوت کرده شد سرفرود
آوردن رو در شریعت از جمله شرط ها قرار داد. شرط های کلمه لا اله الا الله. بارک الله فیکم. و این از شرط های کلمه لا اله الا الله. و مراد از این برادر و خواهران گرامی قدر با زبان گفتن این کلمه تلفظ کردن این کلمه نیست، چون که بیان کردیم فقط این برای مردم بسندگی نیست. چی بسا مردم عادی بسیار هستند که نادانند، یعنی این شرط های لا اله الا الله رو انجام نمیدهند یا در آنها این شرط دیده نمیشود. هنگامی که بر او گفته میشود که شرط ها رو بگو اما گفتن نمیتواند. و چی بسا کسانی هستند که این شرط های کلمه لا اله الا الله را از قلب از تحت دل حفظ کردند، اما میبینی که سبحان الله، اما میبینی که شرط های این رو شکستن و در شکننده های این شرط ها واقع شدن. پس بدون برادر و خواهر گرامی که پس از آن چیزی که از انسان طلب کرده می شود در برابر این شرط های کلمه لا اله الا الله بعدی گفتن و عمل کردن بر این کلمه لا اله الا الله که انسان اهل این کلمه قرار بگیرد، از اهل این کلمت قرار بگیرد، از اهل توحید قرار بگیرد و توفیق دهنده و کمک کننده تنها الله سبحانه و تعالی است. باید ما تلاش نماییم با تحقیق نمودن این کلمه لا اله الا الله. این شرط هایی که ذکر یادآوری نمودیم چون این اساس ملت است، پایه دین است. این سعادتمندی خوشبختی تو را در این دنیا و آخرت به پیش میآورد. تمام خوشبختی ها در این هفته است. چی بسا کلمه سبک است، چی بسا پاداش عظیمی را دارد. بارک الله فیکم. امیدوار هستم که این شرط کلمه لا اله الا الله را فهمیدید و مضمون آن را فهمیدید و ان شاء الله که امیدوارم که شما کسانی که در این گروه اشتراک کردن در این درس اینها را از خود کرده در امتحان که گذاشته می شود بعضی از مسائل با آنها شما جواب داده توانید. بارک الله فیکم. اگر سوالی باشد با سوال شما جواب میدیم.